و الله میگوید و رفعنا لک ذکرک. محمد، کسی که یتیم بودی، پدر و مادر نداشتی و حتی در کفالت عمویت بودی، این ما بودیم که با یک وحی با تو را پیامبر کردن نام تو را تا قیامت بالا برداشتیم. هیچ مسلمانی نیست که به تو صلوات نفرستد، هیچ اذانی نیست که با نام تو نگذرد، به نام تو نگذرد، هیچ خطبه نماز جمعه و دیگر دعاهای نیست که تو را نگویند و هیچ مسلمانی نیست که از آن حسرت ببرد که تو را ندیده است. یعنی اینقدر آبرویی که محمد صلی الله علیه و سلم بین پیامبران و در بین امت و حتی خلائق دارند، کسی ندارد که این را الله چی میگوید؟ این ما بودیم یا این من بودم که پیامبر به تو این گونه آبرو را دارم. فإن مع العسر یسرا، این مع العسر یسرا. پس از این همه ذکر پیامبر یا گفته منت کردن الله نسبت پیامبر که منت به الله حلال است که او صاحب تمام نعمت هاست، میگوید پس بدانید مع العسر یسرا، هر یک مشکلی، هر یک غم و اندوه آسانی دارد. پس از هر یک مشکلی آسانی هست. باز میگوید پس از هر مشکلی آسانی هست. در حدیث آمده است که پیامبر به سنگ اشاره کرده میگویند بدانید اگر مشکلی ها بیاید و داخل همین سنگ پنهان شود که گمان کنید که دیگر سنگ بسته است، این مشکلی اصلا حل نشدنی است، آسانی آن هم داخل سنگ می شود و آن را پاره می کند. چون الله چه گفت؟ این مع العسر یسرا، این مع العسر یسرا. یعنی توکیداً الله بگفت که پس از مشکلی ها آسانی هست. این باید در قلب هر مؤمن این آیت پروردگار همچون یک شعار بزرگ جای شده باشد که هر مشکلی به سرت می آید یک باره به شکایت و به ویلا و به اینجا و به آنجا دویدن و حقارت کردن سرنوشت و دشنام دادن دنیا و دشنام دادن مصیبت نپرداز. این وعده الله هست، این مع العسر یسرا. پس از مشکلی البته آسانی هست. و یکی از معجزه این آیت گویم این است که الله این مع العسر یعنی مشکلی را با ال آورد و یسر را یعنی آسانی را بدون ال، که در زبان عربی اگر ال گیرد کلمه معنایش یک تا هست و به ال آید یک چند تا است. و پیامبر میگویند بدانید که اصلا یک مشکلی دو آسانی را شکست نمیدهد و الله اینجا یک مشکلی گفت و دو آسانی گفت و تمام مشکلی هایی که به سر شما می آید آسانیش کشایشش هم هست. چگونه که در آیات های دیگر الله چه میگوید؟ سیجعل الله بعد عسر یسرا. بدانید که پس از هر مشکلی های پروردگار برای شما آسانی میدهد. گمان نکنید که حیات شما همیشه همین گونه هست، گمان نکنید که همیشه شما در مشکلی و مصیبت هستید. نه، با صبر و شکیبا باشید که حتما وعده الله تحقق می‌یابد. مگر در حیات پیامبران، در حیات خصوصا پیامبر خودمان محمد صلی الله علیه و سلم برایمان عبرت نیست که ناامید نشدند و گریزان و با چند غریبه و بیچارگی از وطن خود با صحابه های خیش بر آمدن. پس از 13 سال پروردگار ببخشید پس از 10 سال یا گفتیم پس از 8 سال کامل پروردگار برایشان عزت را داد که آن دیگر آن وطنی که از آن خارج شده بودند همه در نزد پیامبر سرخم و پشیمانی فرود آورده بود. و مشکلی هایی که می شود از زندگی خودمان هم، کسی که از زندگی خودش یگان پند و عبرت نمیگیرد از چیز پند و عبرت گرفته نمیتواند. هر مشکلی که به سر ما آمده بود حتما آسانی داشت یا حکمت های خودش را داشت که زندگی ما را تغییر داد. همین گونه هر مشکلی که می آید یقین بدانید این مع العسر یسرا، یک اگر نشد هم در آخرت به عوض مشکلی های آمده پروردگار البته بنده های خود را راضی می سازد.